صبح شد و منم و یه کوله بار در توی این شهر شلوغ با نگاه های سرد. میرم دنبال کار ولی کارگر ساده میگن افغانی نواسه تو کار نیازاده. اروت یعنی همین، یعنی تو خونت نباشی، هم زبون باشن همه ولی دیوونه نباشی. فشار دوشم، اجاره خونه، خرج نون، استرس دارم هر لحظه از این خط و نشون. تعیین میشم و باید سرم پایین باشه، مبادا حرفی بزنم که شری برپاشه. آی دنیا ببین منم یه آدمم یه انسان، چرا جرمه واسه من فقط اسمم شده افغان؟ نه مدرک نه هویت نه یه کارت شناسایی، شدم روحی سرگردون تو اوج بی‌صدایی. دیروز رفتم بانک گفتن حسابت مسدوده، گفتم پول زحمت کشیه، گفتن دست ما نبوده. اومدم زنگ بزنم بگم حالم خرابه، دیدم سینه کارت سوخته انگار دنیا سرابه. شنیدم نون واییم دیگه نون نمیده به ما، میگم ممنوع داداش آخه کجاست اون خدا؟ هزینه تمدید پاسپورت شده قیمت جون، کار تامایش و ویزا شده حسرت تو خون. روی کار من فقط زده کارگر، حق انتخاب ندارم، این قانون آخر. هنر من باشی یا شاعر، مدیر یا که مهندس، اینجا باید بیل بزنی توی این شهر بیکس. مجری باشی یا گوینده، مترجم یا ورزشکار، باید جا رو دست بگیری بشی یعنی روی کار. مغازه دار بودی قدیم حالا باید بار ببری، فروشنده بودی حالا باید سنگرام بذاری. معلم باشی و مدرس تو رو خدماتی میخوان، واسه نظافت و بانایی تو رو زورکی میپانم. شدیم یکش گل و رنگ، کارگاه ساختمونی سنگ تراش و نظافت چی تو اوج ناتوانی. آی دنیا ببین منم یه آدمم یه انسان، چرا جرمه واسه من فقط اسمم شده افغان؟ نه مدرک نه هویت نه یه کارت شناسایی، شدم روی سرگردون تو اوج بی‌صدایی. ما هم دینیم همه کشیم زبونمون یکیه، ولی مرزای کاغذی بینمون تاریکیه. پینه دستای پدرش که چشمای مادر، ترس از مرزبانی و رد مرز آخر.